مردم اول به آدم‌ها اعتماد میکنن، بعد به برند و در آخرم به قیمت. طبق آماره هابسپات محتواهایی که جنس همدلی و انسانی داره تا 3 برابر میتونه روی فروشتون تاثیر بذاره نسبت به محتواهایی که صرفاً تبلیغاتیه. یه باور غلطی که خیلی از کسب و کارا دارن اینه که خب هر چقدر محتوای ما با تجهیزات بیشتری باشه و پرزرق و برق‌تر باشه پس احتمالاً فروش بیشتری رو برامون رقم میزنه. در صورتی که اینطوری نیست. خیلی از ماها تجربه اینو داشتیم که به آنلاین شاپی پی ام دادیم که عکسای خیلی خوبی داشته، با مدل‌های مطرحی کار کرده، اما پروسه‌ای که شما ثبت سفارش کردید تا زمانی که بتونی واقعا به خرید برسی 10 روز طول کشید. یعنی عملاً شما بیخیال اون خرید میشی با این کاری که دارن انجام میدن و تجربه بدی که دارن برات میسازن. در واقع میخوام اینو بهت بگم که محتوایی که همدلانه است و خودمونیه خودش میتونه برات یه ابزار فروش باشه، چون فروش به کسی که دوست نداره کار خیلی سخت‌تریه. حالا تو چجوری هستی؟ محتواهای تعاملی میذاری یا نه صرفاً دنبال گرفتن لایک و کامنت و شماره تماسی که وقت و بی وقت بهش اس ام اس تبلیغاتی بدی؟